به نام خداوندگار بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزانی که همیشه و همیشه همراه ما بودن. من دکتر علی شمسپور هستم در خدمت شما بزرگواران با یکی دیگه از بخش های نرم افزاری آر. تو این بخش قرار در مورد آزمون های آماری صحبت کنیم. یکی از آزمون هایی که بسیار مهم هستش آزمون تی استودنت هستش. ما میخوایم در مورد آزمون تی استودنت با شما صحبت کنیم. این آزمون در مورد میانگین یک یا دو جامعه مورد استفاده قرار میگیره و در این آزمون از تی تست استفاده میشه. همینطور که ساختار کلی این تابع رو ملاحظه میفرمایید، تی تست داخل پرانتز شامل x, y, alternative, mu, paired, varietal و confidence level رو شامل می باشه. این آرگومان ها در واقع در آزمون تی تست مورد استفاده قرار میگیره. حالا در ساختار فوق برای انجام این آزمون یک نمونه فقط یک بردار عددی در قسمت x به عنوان بردار مشاهدات هستش که اونو وارد میکنیم و برای انجام آزمون دو نمونه ای علاوه بر بردار x یک بردار عددی نیز در قسمت y به عنوان بردار مشاهدات دوم وارد میکنیم. در قسمت آلترناتیو هم مشخص هستش که فرض مقابل رو به صورت greater, less و یا two sided در واقع می نویسیم. برای انجام آزمون یک طرفه یا دو طرفه هم به صورت دلخواه میتونیم اون رو شما وارد بکنید. قسمت میو هم مقدار میانگین تحت فرض صفر هست و در قسمت پیر اگر مقدار ترو رو وارد کنیم آزمون به صورت جفتی انجام میشه که در این حالت باید اندازه دو بردار وارد شده حتما چی باشه؟ یکسان باشه. در صورتی که مقدار پیر رو ما فالس وارد کنیم آزمون به صورت جفتی انجام نمیشه و در قسمت varietal اگر قسمتش در واقع این مقدار برابر با ترو باشه آزمون با شرط برابری واریانس ها هست و اگر فالس باشه آزمون با شرط نابرابری واریانس هست. و قسمت کانفیدنس لول ما هم سطح اطمینانی است که مد نظر میگیریم که اون رو هم اغلب میگیم 95% برای خودمون در نظر میگیریم. خب بریم سراغ یک مثال و خیلی راحت ببینید x رو اومده r نرم 10 در نظر گرفته و از آزمون تی تست میاد استفاده میکنه. ما هم بریم اجرا کنیم ببینیم چه اتفاقی قرار بیفته. خیلی خوب طبق معمول x رو ما میایم r نرم بله 10 در نظر میگیریم. اوکی. اگر بخوام x خروجی بگیرم که مشخصه دیگه دیتایی که از توزیع نرمال میاد به من میده. و حالا از آزمون تی تست استفاده کنیم. تی تست خیلی راحت کار کردم با R. خب اینجا x رو قرار میدیم و خروجی رو به ما میده. خب در قسمت وان سامپل تی تست آزمون یک نمونه‌ای که گفتیم یه x رو ما وارد میکنیم مقدار t رو به شما داده، مقدار درجه آزادی رو به شما داده و مقدار پی ولیو رو به شما داده. خب همینطوری که مشاهده میکنیم مقدار پی ولیو ما شده 65 صدم که این مقدار بزرگتر هستش از مقدار آلفای 5% که شما میگیرید. زمانی که مقدار پی ولیو بزرگتر از در واقع اون آلفای مورد نظر ما باشه این نشون میده که فرض A0 رد نمیشه و زمانی فرض A0 رد میشه که پی ولیو شما از مقدار آلفای مد نظرتون کوچکتر باشه. حالا میانگین رو هم اومده از سامپل استیمیتش رو برای میانگین در نظر گرفته که عدد مورد نظر رو مشاهده میفرمایید. خب بریم سراغ ادامه بحث. خب این شد آزمون یک نمونه ای که ما مورد بحث قرار دادیم. حالا ببینید چون بحث آر نرم هستش خب اونجا ما 65 صدم تقریبا به دست اومده ولی در اینجا 47 صدم اومده به دست اومده. خب به صورت در واقع رندوم دیتا تولید میکنه و ممکنه متفاوت باشه اون عددی که مد نظر خواهد بود. اما ما میتونیم در ادامه بیایم همین کار رو انجام بدیم، بیایم برای تی تست بیایم در نظر بگیریم و x میرو اومده 5 گرفته و آلترناتیوش رو هم less در نظر گرفته برای وان سامپل تی تست. این کار رو هم شما میتونید انجام بدید و خب باز هم اگر مشاهده بفرمایید میبینید که فرض A0 رد نمیشه. در ادامه یه مثالی داریم برای آزمون های دو نمونه. خب آزمون های دو نمونه هم خیلی آسون هست. ما
فقط کافی یک ایکسی تولید کنیم و یک وای تولید کنیم. بریم ببینیم چه اتفاقی میفته در مورد این توضیح. میبینیم که x رو از آر نورم 30 تا تولید کرده و وای رو آر نورم 25 و بعد اومده ادامه قصه رو رفته. خیلی خوب، پس ما x رو در نظر میگیریم، آر نورم 30 در نظر میگیریم، وای رو آر نورم بله اشتباه نکنیم، آر نورم من 25 میام در نظر میگیرم، همینی که نمونه سوال مطرح کرده. بعد میایم میگیم خب تی تست رو میایم در نظر میگیریم، x y و اینجا ورتسمون رو که منظور واریانس ها رو میاد چیکار میکنه؟ ترو در نظر میگیره که با شرط برابری واریانس ها قرار این آزمون رو ما انجام بدیم. خب بر اکوال برابر است با تی رو قرار میدیم، بر دات اکوال مساویه با تی. خب همینطور که میشه مشاهده میفرمایید باز هم این آزمون دو نمونه‌ای که اومدم انجام دادیم برای x و y، مقدار پی ولیوی ما از آلفای ما بزرگتر هستش و زمانی گفتیم فرض صفر رد میشه که مقدار پی ولیوی ما کمتر از آلفا باشه و همچنین در واقع در ادامه سامپل استیمیت میانگین x و y رو هم به ما نشون داده. پس اگر من بخوام آزمون یک نمونه ای رو بخوام انجام بدم برای تی تست، خب فقط نیاز به یک ایکسی دارم و تابع مورد نظرم هم تی تست هستش و اگر دو نمونه ای بخوام انجام بدم یک ایکسی نیاز دارم و یک وای و در ادامهش بر اکوال با شرط برابری واریانس ها میتونم این کار رو انجام بدم و این آزمون رو خروجی بگیرم. امیدوارم همیشه موفق باشید. انشاءالله در بخش های بعدی حتما به سراغ آزمون بعدی خواهیم رفت. خدا نگهدارتون.